تقریبا 30 سال پیش توی شهر بندر انزلی مسابقات قایقرانی شرکت می‌کردم که یه روز پدرم یه آقای رو به من نشون داد. این آقا قهرمان قایقرانی کشور بود، کاپیتان تیم ملی و قهرمان آسیا. و نکتهش این بود که ایشون در سن 7 سالگی به خاطر یک اشتباه پزشکی و واکسن اشتباه فلج اطفال یک پاشون دچار معلولیت بود. آقای نادر ایوزی. ایشون شناخته شده ترین قایقران ایرانی هستن که فکر میکنم برای اولین بار به المپیک راه پیدا کردن سال 2002 سیدنی. ایشون با این محدودیت جسمیش میرفت با سالما مسابقه میداد و اول میشد. و خودم سال 2002 تو مسابقات قایقرانی قهرمانی آسیا تو تهران مسابقهش رو دیدم از نزدیک که چطور توی 500 متر شروع کرد و از همه عقب‌تر بود ولی آخرش اول شد. و توی اون بچگی ایشون تبدیل شد به یک مثال زنده برای من که چطور محدودیت نمیتونه جلوی آدم‌ها رو بگیره اگه خودشون بخوان. مثل نادر ایوزی باشیم.